بهترسازی دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام لهمان و تامین شهروندان با قطعه‌های زمینی نزد حولگی در ولایت سوخت تدبیرها عملی می‌شوند. از خودکنی زمین‌های سالها بیکار خوابیده موضع سامغار ناحیه باباجان غفوروف و توسطیان و گردش کشاورزی و استحصالی وارد نمودن زمین‌های منطقه بنیاد موضع نوی اهالی نشین سیحون از عامل‌های تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری و بهگردانی سطح نیکاحوالی شهروندان است. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با تشریف به شهرک سیحون با کارهای تا این مرحله عملی گشته شناس شده جهت رشد منبعه محل تطبیق یک قطار چاره‌بینی‌ها را به منفعت ارزیابی نمود. تاکید به مورد است که در زمینه از خودکنی دشت سامغار و میرزارآباد و بنیاد موضع نوی اهالی نشین سیحون یک قطار تدبیرها راه مانده شده برای مهیاسازی شرایط انفراساختاری دو پایگاه آبکشی سیحون 1 و سیحون 2 بنیاد گردیده همزمان در این موضع در مساحت 500 گکتار باغ‌های زمانوی اینتنسیوی به طرز قطروی آبیاری شونده بنیاد کرده شده. این روند الحال در موضع ادامه دارد. برای قانع نمودن طلبات شهروندان برای بنیاد خانه‌های استقامتی به 6000 شهروندان احتیاجمند از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت قطعه‌های زمین نزد حولگی هر کدام عبارت از 6 ساتقی جدا کرده شده. همزمان اقدام‌ها برای بنیاد 1260 کاتج‌ها عملی می‌گردند. الحال از جانب اهالی ساختمان منزل استقامتی به راه مانده شده بنا به اطلاعی به رئیس ولایت داده شده الکی توسعه خواجگی به طور دائمی در شهرک سیحون سکونت دارند. برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و میدان باغات از سرچشمه‌های آبیاری در مسافه 4 کیلومتر قبرهای آبگذر کشیده شده. باز وصل و نصب قبرهای پرشدت دیامترشان 1200 میلیمتری امکانیت می‌دهد که در مجموع میدان باغات با آب پالیزی تامین کرده شود. از جانب اهالی و باغداران اساساً درختان میوه‌دهنده دالو، سیاه‌آلو، شفتالو شینانیده شده. بنا به اندیشه متخصصان زمین‌های موضع برای پرورش و استحصال زردآلو مطابقاً. نهال و درختان همیشه صنوبری ها نیز نشأ و نمای خوب داشته به منطقه زیبایی و دلربایی میکنند. رئیس ولایت رجب احمدزاده به مسئولین پیشنهاد لایحه‌های مشخص رشد منبعه محل بهترسازی انفراساختاری بدوباش و اجتماعی اقتصادی به خدمت رسانی و مسئولین دستور داد. از جمله تاکید گردید که بنیاد یک مؤسسه تا مکتبی، یک مکتب، یک بنگاه طبی، مغازه، چایخانه در مرحله کنونی مهم بوده میتواند روند کارهای آبادانی و بنیاد منزل‌های استقامتی را وسعت بخشد. از جانب صاحبکار محلی در شهرک سیحون به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های شایسته عملی می‌گردند. صاحبکار سلیم جوراєف در دوره حصه‌گذاری به هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور کارگاهی پرنده پروری را تأسیس داده است که به این اقدام نجیب صاحبکار بهای ارزنده داده شد. الحال در کارگاه پرنده پروری تا 30,000 سر چوجه‌ها پرورش می‌یابند که اساساً برای استحصال گوشت مرغ نگرانده شدند. پرنده‌های گوشتی دوام 45 روز با رعایت قاعده‌های معاصر نگاه‌بین پرورش می‌یابند که تکنولوژی‌ها پورا به طور اتوماتیک اجرا کرده شده. دستگاه و تجهیزات از کشور اروپا، گلندیا وارد و وصل نصب کرده شده است. صاحبکار الکی در 3-4 مرحله گوشتی پرنده استحصال نموده. الحال برای بنیاد با سلسله کارگاه‌های پرنده پروری و سیق الهیده اینکوباتوری اقدام‌ها آغاز یافتند. در مرحله‌های آینده پرورش مرغ را تا 100,000 سر برابر نمودنی‌اند. در موضع شهرک سیحون برای تشکیل کردن باغ‌های اینتنسیوی 4000 گکتار زمین جدا کرده شده است که از این 2000 گکتارش آبیاری کرده شدگی و برای ساختمان کاتج‌ها و خانه‌های استقامتی 6 ساتقه برای و مردم احتیاجمند تشکیل کرده شده است که امروز الکی 6003 عدد خواجگیات با زمینی نزد حولگی تامین کرده شدگی که امروز الکی به واسطه قریب 1000 نفر آنها الکی کاری ساختمانی را سر کردگی. همین روز به 30 خواجگی زیستی دائمی کرده سایدن در شهرک سیحون که آنها به واسطه از طرف مؤسسه دولتی با آب و برق تامین کرده شده سایدن. با دستگیری مقامات حاکم دولتی ولایت در آینده باید مرحله تشکیل کردن مکتب و بنگاه طبی و مرحله به مرحله تشکیل و آب و برق تامین کردن میکروناحیه‌های شهرک سیحون که در شهرک سیحون 30 عدد میکروناحیه موجود است که امروز 2 عدد میکروناحیه با برق و آب تامین می‌باشد. در آینده عملی شدن چنین تدبیرها امکانیت می‌دهد که باز هم رشد شهرک و به واسطه و زیستی آدمان در شهرک باز هم بهتر کرده می‌شود.
در ادامه سفر از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت رفت فعالیت مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در این مرحله مهم آغاز کارهای کشاورزی مورد توجه قرار داده شد. بنا به اطلاع الحال از جانب متخصصان تاثیر سردی های چند روز آخر ماه فوریه به میدان باغات خصوصا باغات زردالو کارهای آموزشی و نظرسنجی برآورده شدند. مشاهده ها نشان دادند که نوبسته از یک بار پس فرآمدن آب و هوای آخر ماه فوریه محض با دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تدبیر اندیشی مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت کشاورزان و خواجگیداران توانستند با اندیشیدن چاره های مشخص رفت نشأ و نمای زردالو را در دوره ویژیتاسیونی گلبندی معتدل نگاه دارند. باغ ملی وحدت در مساحت 631 گکتار دامن پهن نموده از آن 500 گکتار را میدان باغات و 300 گکتار را زردالوزار تشکیل می‌دهد. از 300 گکتار 280 گکتار زردالوزار حاصل دهند و تا 30 نوع و نمود زردالو پرورش و استحصال می‌یابند. همه چاره های اگروتکنیکی و چاره های دیگر رو دیدیم که تاثیر خنکی به گلبندی و حاصل بندی زردالو کم تاثیر کند. ما کارهای آبیاری کنی زیر درختان و هم دودکنی در همان شبانه روز تشکیل نموده بودیم. امیدوار هستیم که باز امسال حاصل فراوان میگیریم از این باغ‌ها، چون که پرورش و نگاه بین این باغ‌ها در سطح بلند گذرانده شده بود. در شهر خوجند به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه های رشد آبادانی و سازندگی عملی می‌گردند. رئیس ولایت جریان کارهای آبادانی، بنیادکاری و خرمگردانی را در شهر خوجند مورد نظر قرار داد. با توجه به تدبیرهای آبادانی در ساحل سردریا که باید چون منطقه سیاحی و استراحتی به مردم خدمت رساند، جهتی بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی ها، بهتر کردن اینفراساختار مطابق به معیارها، انجام دادن کارهای ساختمانی و بنیادکاری و سبز و خرم نمودن راهرو و تنار کوچه و خیابان‌ها برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند دستور و سپارش ها داده شد.